خب اپیزود دوم شروع شد. بعد چند هفته شروع کردیم؟ فکر کنم 2 هفته شد نه؟ آره 2 هفته شد. طول کشید زیاد خوب شد. واقعا می‌دونی درگیریامون زیاد. آره. من که سنجشو بالاخره یه ذره بیشتر درگیریام واسه شما بود. خب من چیکار کنم؟ من صبح ساعت 7:30 میرفتم. نه جایی نمیرفتم. 7:30 تازه بیدار میشدم. 7:30 میرفت. نه 7:30 بیدار میشم. 7:30 از خواب رویا میرفتم تو خواب واقعی. خواب واقعی. ولش کن. بعد همونطوری که تو خواب رویا داشتی زرج می‌شدی یه دفعه بیدار میشدم. دور زرج استارت واقعیش بود. بعد 7:30 بیدار میشدم. 8 صبحانه و اینا. 8:30 باشگاه. میرفتم باشگاه یارو میگفت منو چرا الان اومدی؟ بالاخره بعد از اون برم سر کار. گفت باندو میخوای؟ اگه بدی که عالی میشه. باندو خودت؟ عالی باند واسه من بود کلا. فکر اون باشگاه دیگه بچه‌ها دیدن باشگاه. اون باشگاه تو برد. نه اتفاقا آهنگای عالی. آهنگای شوتی دست خدایی خوب نبود آهنگ. بالاخره خودت گذاشت بودی؟ آره دیگه من خودم داشتم. دلم گیرم وای. آهنگ فقط همون روزی که ما رفتیم درست بود. بقیه روزا ویدیوشو میفرستاد هایده اینا بابا من یه بار همین صبح رفتم یارو چی گذاشت محسن چاوشی اینا کدوم آهنگش بود داشتن گریه می‌کردن حال میده. روحیه میشه برای ورزش. بعد حالا باشگاه و اینا تموم میشد ساعت چند میشد؟ ساعت میشد 10:30 میومدم خونه یه غذا می‌خوردم میشد 11:30 اینا حاضر میشدم من میرفتم سنجش برمیگشتیم میشد ساعت 8 اینا 8 بعد یکی یکی بچه‌ها رو وارد می‌کردیم یه توضیحی هم بده که چیکار می‌کردی اصلا تو سنجش. ببین سنجش اینجوریه که بچه‌ای که میخوان برن کلاس اول بعد حتما توی آموزش پرورش یه فرمی واسهشون ساخته بشه. بعد حالا آزمون اولیه هم ازشون گرفت. حالا نه حالا اون فرمه که ثبت بشه حالا تو فرمه شنوایی سنجی هست، بینایی هست، قد، وزن، بعد حالا یه تستی هم هستش تست اولیه هست که آقا این بچه میتونه تو مدرسه عادی باشه یا میتونه تو مدرسه استثنایی باشه. بعد خب ما همین کارا رو انجام میدیم. مثلا تو روز شاید 40 تا اینجوری بچه بریم 30 تا 40. از 40 تا چند تاشون امکان داره که مثلا بر استثنایی حالا خدا رو شکر ما تا الان فقط یه نفر بچه داشتیم اونم تو طیف اوتیسم خفیف بود. یعنی هی با خودش تکرار میکنه و مثلا یه ذره مشکل داره. بعدی چی دیگه منم میرسیدم خونه تا ساعت 10 اینا بعد اونو وارد میکردیم. حالا یه روزم شده بود من به پارسا فیلمشون من ساعت چند بود 9:40 اینا بود 9:40 تازه از مدرسه زدیم بیرون. بعد رسیدیم خونه بعد وارد میکنیم شام که یه شام بخورم همونو یه دفعه رو تخت میفته. یه قسمت قبلی گفتیم دیگه من وقتی رو تخت زنگ میزنیم آقا کجای اینا میام خستم نه خوابم میاد آقا خوبه قبلا جواب نمیدم هفته اصلا جواب نمیدم اینستا برات پست میفرستم من نگاه کن هفته بعدش زهر مرلاشی هفته بعد فرستادم. حالا کلا قضیه این که یه ذره دیر شده اپیزود دوم همین چیزو حالا فقط من درگیر نبودم. اینجوریه نه خودت هم نبودی. نه آقای امید شما هفته پیش کجا بودی؟ مهدی هفته پیش بود جمعه. من پنجشنبهش نه پنجشنبهش نه جمعهش بری بود. دروغ میگی. جمعهش بود. هفته پیش جمعه بود. قرار جمعه باشه تو نبودی. من کسی من که هفته پیش باهاش هماهنگ کرده بودم. نه آره اصلا برنامه رو باهاش چیدم. حالا اشکال نداره یه هفته است دیگه. حالا این مشکل چیه؟ باز من از شنبه بعد برم سنجش. ادیت ویدیو کیه؟ آقا این ویدیو رو بعد از تاریخ امروز چندمه؟ آقا اینو بعد از تاریخ حالا هر چقدر که دیدین حالا 5 بهمن دیگه هر وقت دیدین ببینید آقا چقدر لفت شده دیگه. آقا حالا من یه کارش هم آقا این ویدیو اومد تاریخو بردارین این سریشون آره کامنت کنین که چندم ساعت چند داریم دقیقاً. آقا چیکار کنم سنجش شب بر نمیگردی همونجا میخوابی؟ نه یه چیزی یه جور میگه من سنجشم ما کار نمیکنم. آقا من کله صبح میرم باشگاه دنبل میزنم بعد از اون کله صبح میریم سر کار ساعت 1 میام خونه. هیچ شب نه وایسا نه صبح وایسا یه لحظه صبر کن. چای نشستم نه تو ساعت 11 میری اینا که میخوام 8 برم منم 8 6 8 میرم. کارمون فیزیکیه
6 و 8 من میزنم میرم. تو داری 11 میری. من صبحش میرم باشگاه. من صبحش کجا خوابم؟ دو سه روز هفته میری. توفنگ گرفتیم رو سر مسی. میگن 3 روز برو باشگاه مسی. نه اونم آقا. چی؟ کله سر برو. نه هرچی کله با چم پول دادم. اما پول دادی. 3 روز در یکو هفته 600 پول مکمل دادم. راست میگه اون دستش بود. مکمل من کو ظرف خودش یه ظرف. آقا شما تعریف کنید. چی والا من و امید که درگیر یه سری کاراییم از ساعت 8 صبح اینا تا 1-2 شب تازه برسیم وسطش یه کوچولو مثلا یه ساعت استراحت کنیم و اینا که اون چقدر زیاده ماشاءالله. از اون طرف هم که آقا امید درگیری‌های خودشو داره با بازار خیلی زیبای اصلا کلاهبردار نداره ماشین. چرا؟ خاصی نداره آخر کاریه که انجام میدیم دیگه. شما من این کلاهبرداری می‌کنی؟ چی؟ شما کلاهبرداری؟ نه کلاهبرداری می‌کنی؟ کلاه سرش میخوام بذارم. کلاهبردار زدی بالا سرشون خفتشون. عکس‌ها رو نگاه می‌کنی ماشینه براق خوشگل میری اونجا نگاه می‌کنی ماشین 3 بار چپ کرده صدا تراکتور و بچه 1 ساله درستش کرده دوباره با ماژیک رنگش کرده همینجوری نگاه می‌کنی با این چقدر تو عکساش داشته بتونش مثل چیه موج دریا اومده نوشته فنی سالم شاسی نخورده میری نگاه می‌کنی موتور صدا تراکتور میده شاسی هم که خورده شاسی نه شاسی اوکی چیز کفصندوق بهش میگم آقا این چیزی نشد نه کفصندوق میدی بالا میبینیش یه خط اینطوری اومده جوش زده خط مثلا قرار صاف باشه خط کف صندوق با خط کف صندوق این فشار چیزه ترافیکی میگن یه ضربه ترافیکی داشته ترافیک با 150 تا گذاشتن وسط ماشین یارو ترافیکی هم این کفصندوق همون تعویض ریز بود واسه تصادفه منو محیط تو پرایی بودیم نشستم 206 از پشت اومد چنان کوبی ما 100 متر جلوتر بعد 206 پیاده شده من دنده 1 بودم آخه آقا عزیز دنده 1 بود فقط برای چیز صندوق عقب باید صاف باشه دیگه اینجوریه صندوق اینطوری اینقدر حالا کج شده بود کلا زیاد ماشین داشت هاشبک میشد رفتیم طرف حالا اسمش کنسکش اینطوری آورده بود تپ میکوبید کف صندوق من صاف عمرن نمیام نمیگم حالا یارو صافکار بیچاره هی میزد چکش آورد بعد هر رسته نمیشد اومدیم این جایی که قفل میمونه رو اینطوری صاف کردیم که اون حالت دیگه حالا کج شده دیگه جمع شده نمیشه کنیم اون چیز کنیم که صندوق بسته صندوق رو میکوبیدیم به زور حالت بسته شده یه ثانیه بعد میاد بالا البته مونتاژ خود سایپا من همین کارخونه ماشین میگیری 3 ساعت صندوق رو باید بگو نه خب الان جاشو کویک گرفته دیگه ماشاءالله انقدرم که کیفیت بالا فوق العاده اول کویکی که ما پارسال نگرد عقبش تهویه دوال داره این طرفش گرم بادی نمیاد اون طرف طوفان میاد تو ماشین درست شد به زور اصلا نمایندگی دادمش درم آمه شدم آقا اصلا بحث من یه دنیای دیگه بود من آقا موتور من صدا بود اینم ماشینم درست کنیم اونو درست کنم موتور رو درست کنم آخ لنت عوض کردم لنتش هنوز صدا میده بود باز میکردیم دیست داشت مرد مومن گردن هم نمیگم نمایندگی وقتی بیکار میشه سعی میکنه ماشین بیشتر صدا بده مثلا همون دیگه رانندگی میکنه نه دیگه باید یه صدا بده ببینید ماشین سالمه صدا راه میره خدا اینقدر تسلا میره از نظر 20 تسلا به زور الکی اسپیکر گذاشتن از بیرون مثلا صدا اینا به از میاد اون بیمه از پراید کپی کرد پراید رو کویک بیمه رو نیدی؟ آینه بغل پرایدی گذاشته بود وای اصلا دردناکترین عکس ممکن بود وقتی میخری پول تعمیرتو نداری 2 هفته دیگه داستان اون جنسیس قرمزه میشه که تیو 5 کرده بود توش هنوز هم داری؟ نه آخه میدونی چه همین بحث ماشین رو بیاری سمت موبایل ما الان یه شخصی داریم بنده خدا پول گوشی رو داده ولی تا 1 ماه دیگه
دوست عزیزمون آقای صادره ابراهیمی. هچین صادره هچین ایس بزرگ. صادره هچین کرده بعد 30 تومن نشستش. نمیدونم یادم چه. یارو خیلی خوب بوده کاری نه ببین وایسا دو تا فقط فقط رمزش ندارم یارو سین کار دارن یارو این کار داد بعد باحال‌ترین داستان میشه آقای ایکس میگفتش که من تا صبح نمی‌روزم باش کار کنم این برای چی رمز ابلایدیمو نداده بود همین الان سوالش هم نداره سه تا سوالشو نداره رمزشو نداره نمیتونه بفروشه. چون میخوای بفروشه اپل آیدی میخوای لاگ اوت کنی دوباره اون ستا رو ازت میپرسه. من روی برگه نوشتم نمیدونم کجاست برگه من داخل نوتای گوشیمه و برای 30 نفرم فرستادم که یادم باشه دارمش. تو گوشتی تو بزنن دیگه اپل تمام یارو هم داره باز میکنه حله حاجی. همه منتظر این چند چپ سوال تو بودم تازه یاهو هم توش هست، رمز یاهو هم توش هست، همه چی آماده است قشنگ. بگم نوتای من یارو باز کنه میشه خوشحال چیز میشه البته من یه کاری کردم رد گم کنی زدم. رمز اپل آیدیمو عوض کردم اونجا ولی ننوشتم. یادش میره رمزشو. آره اون موقع میشه من اینجوری میشم. رمزش چی بود ناموسن؟ چیز شده بود بگو من چیز خراب بگو ایکس اس چیز رمزش یادم رفته بود وای زنگ بعد با گوشی تو زنگ یه گوشی پیدا کردم امید رمزم یادم نیست بعد داره گوشی هم میفروشه من یادم نیست رمزمو. خب یه چی گفتم بعد دیگه اصلا من الان کانتکتام دست امیده رمزام همه دست بابا یه گوشی مفتی. کسی خواست استفاده کنه حتما با پول منو میشه خرید آره. کانتکتام نه نیازی به چک هست نه نیازی به درگیری هیچی. پول بده همون دقیقه اطلاعات کامل لیست میکنه آقا بیا. ولی نوتای من خیلی خوب نوتای من سال‌های دانشگاه توش جدی؟ من یه چیز بود یه آقای دانشگاه میرفتم جایی که دیگه رو کاغذ بود همونجا یارو توضیح میده رو نوت مینوشتم من نوتم یا لیستای خرید خونه است یا رمز و فلان و اینامه یا رمزای شماهایی که برام من میفرستید. یه دونه تولده یه سری پسوردا و شماره کارتا این خیلی جالبه کل تولدا رو سیو کرده. من تولد هیچ کدومتون نمیدونم فقط از هفته قبلش مثلا یکیتون خبر میده خب هفته بعد تولد فلانیه. اما تو 8 تیر بودی؟ من جدی 4 البته بهتر از منه. مثلا شما رو یادم چه ماهی بودیم بگذاریم بارسا 12 چی نه فروردین 13 فروردین چقدر؟ نه یک در روز یک ماه فروردین یک فروردین نه سه 3 فروردین اعداد امید ولی خوبه خودم 30 مرداد یادم نبود. من چند روز بودم یه روزی از روزهای خودم این مورد بهش آفرین اردیبهشتی خوبه دانشش یادم نیست الان تو ذهنم واسه منم نوتام واکن چه اردیبهشتی بودی تو؟ چه گفتم اگه یه رقمی نیست دو رقمی یا 26 یه 26 آقا من نمیدونستم این اصلا اردیبهشتیه. چهار بودی؟ 8 بودی یا؟ 8 بود بنده خدا یکی دیگه بود یه بنده خدا که اردیبهشتی بود 8 بود حالا برش بگذاریم دار که سه نفر تو دقیقا تو ماه اینه چی؟ 3 نفر کل دانشگاه آذر بودن ما آره آذری زیاد داره ما تو خونه هم آذری آبانی زبان زیادیم. هم آذر ماهی تو که تو با چیز توی ماهی جناب آقای بله با کی؟ متاسفم جدی؟ یا اول فصل اوه چه ماه خوبی واقعا تولد تو تسلیت میگم قربون دارم فضا توازیزم آرزو موفقیت دارم همچنین برای خودم که داشت تو خودت که خیلی خوبی چرا؟ تو سجاد و محیط بابا یادم نداشت خب حالا اوکی سجاد رو میشه کنار اومد رفیقم ازدواج هم اوکی محیط هم داشتشه آره بابا صبر کن حالا من سنجش بودم برادر شناسنامه رو باید بودم. بگیریم دیگه برادر مویدم فاصله بدیم آقا ما شناسنامه بچه‌ها رو میگرفتیم که چک کنیم نگاه میکردیم صادره از اسپانیا اوکی جدی؟ آلمان اوک آمریکا اونم اوک آفریقا یه بچه اومده بود I cannot speak Persian
بچه تو 7 سالته 6 سالته بود بزن زیر گوش فارسی حرف بزن. یعنی اینو فرستادم برای آزمنده ترنسلیت گذاشته بود جلوش بلد نبود باهاش حرف بزنه. نمیتونست فارسی اصلا صحبت خب باشه فارسی صحبت نکنه. خب یارو انگلیسی بلده دیگه ببخشید. نه فقط فارسی صحبت. فقط خب اوکی این بره مدرسه میخواد چه غلطی کنه. بین‌المللی میرن. ما اکثر بچه‌ای که میان مدرسه بین‌المللی. زندگیمون رو اشتباه زدیم. واقعا زندگیمون رو اشتباه زدیم. بابا خب شما نمیبینید، من دارم میبینم اونجا و فشاری که من تحمل میکنم اونجا. از دل ما چیزه. هم بچه‌ای که زیر دست این دلم میاد مشخص میکنه آیندهشون چیه. آره دیگه من آیندهش مشخص میکنم. درس عادی میاد یا استثنایی. هر زیاد بزنه استثنایی. 12 سال تحصیل استثنایی. بچه‌هاتون رو بره. 100% ترجمه شما رو بدبخت می‌کنه. حالا تو بدبخت بدون شک. کد میلیون اشتباه زد. بچه بابا کد ملی بالا پایین بودن. خب بعد من کد ملی بالایی رو میزدم مشخصات پایینی رو پر می‌کردم. چه دستگاه اسکن نداریم؟ هنوز سازمان سنجش به این پیشرفت نرسید. بعضی وسایل خیلی ما خودمون آموزشیمون پیشرفت پیشرفت رسیده که بچه‌هاشون انگلیسی میتونن صحبت کنن فارسی. ولی اسکن کارت ملی اینا نو نه این خیلی جالبه. سازمان سنجش دولت من به اسمش چی بودیم که شناسنامه اینو به اونجا وصله ثبت هوا به اون وصل نیست. یعنی تو اگه کد ملی بچه رو اشتباه بزنی اوکی هیچ مشکلی نیست. یعنی هیچ شکلی همین نمیشه. بودم. احمدم کد ملیش چیه؟ سوالی مثلا یکی. آره واقعا اینطوری بود. نه واقعا همین قشنگ هنرستان چون نداشت. اما جاسوس ببین هنرستان تموم شد این تازه من یه هفته مونده بود به کنکور، یک هفته یعنی یادم نمیره، کارت کنکور رو هنوز نگرفته بودیم، یه هفته مونده بود به کنکور، شناسنامه‌ام اومد چون پاس عراق داشتم حالا قبلش، شناسنامه‌ام اومد، بعد همون هفته من باید چیز میگرفتیم دیگه، کارتمون رو میگرفتیم برای آزمون. اومدم کارتمو بگیرم قبول نمی‌کرد، گفت کد ملی نداری. خدا رو شکر اون موقع شناسنامه اومده بود کد ملی وارد کردم. ولی من نمیتونستم کنکور بدم باهاتون. خدا یعنی ببین اصلا قشنگ اینجوری شد. تبلیغی گوشش گذاشت. البته بعدش دهن سرویسیاش هم بود که امید با اومد دیگه سر کارهای آموزش پرورش اینا که باید تبدیل می‌کردن کل چیزا رو. خیلی دوندگی داره، باید بری کل مدارکتو جمع کنی، کل فرمات و فلان و اینا ببری اداره اصلی تاییدیه بدن، بعد از اونجا نامه بدن که آقا این همون شخص منتقل کنی رو فلان کد ملی، همونو دوباره باید بری بخش داخل خودمون مثلا مدرسه و اینا، همونو ببری برای مدرسه، دوباره بری برای دانشگاه، دوباره بری فلان. ببین یعنی مثلا من آخر سال یک روز مونده به ثبت نام دانشگاه رسیدم ثبت نام کنم. کل اون مدت داشتیم با امید هر روز صبح بیدار میشم میدویدیم میبرم بر. من یادم داستان داشت. آموزش پرورش هم که اصلا راهنمایی نمی‌کنه. بابا همشو با چیز رفتیم جلو، شیرینی میرینی. آقا شیرینی میدیم، ما فلان میدیم. ماشاءالله سیستممون خیلی خوبه تو ایران. هم با سمت البته شناسنامه هم همین شد. همشو با شیرینی و فلان و اینا رفتیم. آموزش پرورش هم دعوا رفتم. سر کارام که اوکی یه سری نمیدونم یادم نمیاد چون سر هنرستانم بود. می‌خواستم یه سری کارام گیر کردم رفتم آموزش پرورش رفتم تو هم که داره چیز می‌کنه با دعوا رفتم دیگه. هم اون دانشگاه خودم که چیز بود رفتم بالا سر مسئول وای میستادم آقا الان دیگه اصلا فوش دادم تا نگاه می‌کرد. بعد فوش دادم میتونیم آقا چرا این حرفو میگی؟ رو 10 بار دارم صدات میکنم 10 نفر اینجا وایسادیم. نه ماشاءالله همشون یه جوری سیس میگن دماغ فیل افتادن. خیلی تو خیلی بهتر. با مانیتورشون رو نگاه کنی اصلا خالیه. خاموشه. ببین اکسل بالا پایین داره منچ بازی میکنه. دانشگاه من نسبت دانشگاه احمد خیلی بهتر. آره دانشگاه من خیلی سختگیر آموزش من و آموزش اصلا جواب نمیده. از شرکت قبلی رفته بودم دانشگاه مدینه که اگر کسی بود به عنوان مثلا انتقالی نه نیرو جدید بگیرن که اگر کسی دوست داشت بیاد. خب از شرکت انگار چند تا خانم رفته آقا نه دعوا شده اونجا. و خیلی جالبه مثلا آموزش اوکی تو مثلا میگی با دانشجو شاید بد اخلاق باشه قابل درکه، اولیا می اومدن اونجا من اینو به چشم دیدم، یعنی اونجا تو آموزش من داشتم کارهای فارغ التحصیلی می‌کردم که از اون دانشگاه برم،
بعد داشتم کارا می‌کردم یکی از اولیاء اومده بود بچه‌ش یه مشکلی براش پیش اومده بود یه سال نتونست بیاد دانشگاه بعد دوباره داشت ثبت نام ایناش انجام میده اینا بعد یهوی مدیر آموزش باید خیلی آدم محترمی باشه دیگه آره شروع کرد داد زدن سر اولیاء که شما بیخود کردین شما فلان کردین که من همین داشتم فقط نگاه می‌کردم مگه میشه یوسموس چنین چیزی نیست. نداره نه ولی من داد زدم من ترم اول یه داد دیدی چند سرش داد نه من امتحان چی بود؟ یه چیز معارف بود. آره من نشسته بودم آقا هم کل سالن امتحانشون رو داده بودن یعنی امتحان تموم شده و فقط برگه دستمون منتظر بودیم یه امضا بکنیم که بریم. یکی یه چیزی گفت ما خندیدیم یعنی کل سالن خندید من و یه شخص دیگه هم بود کنارم اونم خندید یعنی ما دوتا خندیدیم نه امید نبود یه شخص بود. بله امید برو با افق میکروفون رو بدست پایین امید خود امید میدونه واسه داشتیم میخندیم یهو دیدیم یکی اومد بالا سرمون گفت میخندید برگامون رو گرفت یه خط قرمز رو زد خط قرمز بزنن این منزله اینه که تقلب کردیم من بلند شدم رفتم آموزش داد زدم و یه فوشی دادم همون اومدم بیرون دیدم برگام صحیح شد چقدر غلیظ بود نه فوش ملو بود غلیظ نه اون فوش نمیشه فوش ملو ولی من چیزی که به خطا گفتم ملون نبود من چیزی که بالا زدم نباید این کار رو شما اینقدر ملون ولی من اصلا سرجه کنم اینقدر ملون نگفتم به اون یارو بالازش قشه آره هیچ بعد اینکه من البته من میگم یه آموزش ما یه شخصی داریم که قدش حدودا اینقدره فکر کنم اون خانوم زیاد داری میگی ولی باشه اینقدر زیاد داره میگی یه متر کلا و این خانوم یه ذره بیش از حد خودشو میگیره و اصلا فکر میکنه خیلی خوب همه از این شخص یه ذره متنفر آقا من این شب خواب دیدم اینو گرفتم بلندش کردم دارم میزنمش اگه داری ویدیو رو نگاه میکنی حتما کامنت بذار ولی خیلی خواب خوبی بود خدا وکیلی خیلی لذت بخش آره خوش میگذره اگه حاضر شما تلفن البته امروز دستش نره آقا فکر کنم مثلا داری فارغ التحصیل میشه یه طرف میشینه جلو ویدیوتون یادتونه آره منو بلند کرده بودی ها آقا نمیبینی شده امیدوارم خودم منو میفرستم اما رفیق دارم نمراتو 20 رد کن برات میفرستیم آره پای مشکلی نداره خب فقط این ترم که موبایل 4 روز در هفته بریم دانشگاه خوبه باز اون که هنوز 4 روز در هفته حالا 4 روز در هفته یه امتحانم امروز باشه امتحان داری؟ فکر کنم امروز هم یه امتحان باشه امتحان داره نمیدونه زلش کن چند روز ببین داداش هم گنده میدونه ما امتحان داریم آخه نه اینجوری بود که اول امتحانم این بود لغو شد انداختم برای پنجم فقط پنجم همونی که اون روز نشستیم چیز آقا نشستیم با یه سیستم بعد جمعه بود نه دیگه فقط پارسال جمعه اولی بود بعد نشسته بودیم و اینا از ساعت 1 بود امتحانه برای 1 تا 3 بعد نشسته بودیم و اینا گفتم الان استاد میاد شد 1 رو الان شد یک کنیم بعد حالا دانشجو خیلی جالب بود چند نفر 3-4 نفر اومدن یه قشنگ 3-4 نفر اومدن آخر ساعت 1 یکی نوشتش که آقا نیم ساعت خدا نگهدار رفت من تا 2 نشستم که اگه اومد چیزی بشه دیدم تا 2 نشست میشینه میاد البته برای منم پیش اومد دیگه سر برنامه‌نویسی موبایلم مهدی پیشم بود استاد نیومد ساعت 2 یهویی اومد ساعت 1 امتحان بود 2 اومد ایمیل داد توی چیز که بچه‌ها پاشین بیاین الان امتحان برگزار شد برقم رفته بود مجازی هم دردسر زیاد خیلی دردسر داره چون تو استرس برق داری استرس اینترنت داری استرس اینکه دوربین باید سمتت باشه فریز نشه چون میرن چک میکنن دوربین فریز بشه نه این نمره بده نمیدن آره خیلی چرته دیروز من امتحان داده امتحانش متفاوت دیگه تو اون سامانه نبود استاده یه چیزی فرستاد گفتش که بریم سوالا همه من یه چیز اکسام میفرستم ایمیل کردیم گوگل فرم بود چی بود یه چیز آره گوگل فرم میدم یا تو خودش اونجا شیر کرد یه سری هم که تو واتساپ بود براشون فرستاد دیگه من چیز کردم نوشتم براش ایمیل کردم شده که استاد بار داشت صحبت چیز اولین استادی بود که دیدم که سوالا نشست توضیح داد بابا اینو من ازتون این انتظار رو دارم
بابا دمت گرم نخندید. درست کامل منطقی. یعنی یه کاری خوش میگذره بهش. البته من یه چیزی رو درک کجا نمی‌کنم. من خوش نه من یه چیزی الان توی چرا؟ اون سیستمش درک نمی‌کنم. دانشگاه آنلاینه. خب دانشگاه آنلاین اکثرا کسایی میرن که مثلا یه شغلی دارن، یه کاری چیزی دارن نمیرسن برن دانشگاه دیگه. اکثرا سنشون هم بالا و اینا. بعد جالبیش چیه؟ کلاس‌ها برگزار میشه و اینا، بعد همشون شروع می‌کنن هر روز پروژه دادن و پروژه عجیب غریب سنگین. آره خب ببخشید من نیومدم توی دانشگاه فیزیکی سر همین پروژه ها اینا بود. خب نمیرسم سر کارم، صبح تا شب سر کارم، شبم میرسم خب یکم استراحت می‌کنم که فرداش دوباره هم سر کار. بعد نمرات عجیب غریب، مثلا یه پروژه میده، آره من تعهدم این پروژه رو تحویل بدی بهم، تو یه روز 8 نمره هم نمره داره. اما مثلا اون پروژه‌ای که دوستان فرستادی گفتی آره تحویل بدی. خیلی جالبن کلا. من اون سیستمش رو واقعا درک نمی‌کنم، چون مثلا یه دونه تضاد خیلی جالبیه. ما تا الان اصلا پروژه نداشتیم. آقا پروژه میدن، ارائه. ولی پروژه‌ای که میدن اکثرا چجوریه؟ مثلا ما خودمون شمسی پور بودیم، پروژه میداد ولی سر کلاس، تایم خود کلاس برمیگشت میگفتش خب الان بشینین یه ساعت فلان پروژه رو برای من بزنین نشونم بدین. اوکی این قابل درک، سر کلاس دیگه تحویل میدی، مشکلی نیست. ولی بعد از تایم کلاس بخوای بگی آقا مثلا همچین پروژه‌ای بزن، تو هم که مشغول کاری، به روز مثلا ماها 8 صبح میریم 2 شب برمیاد دیگه، کی میخوایم برسیم؟ کی وقت داریم؟ یه چی واسه من سوال شده. الان شما امتحان میدید 7 بهمن در دانشگاه آزاد چیه؟ دوباره ثبت نام و ما انتخابات. هنوز انتخاب واحدمون مشخص نیست که. من انتخابات من اون روز داشتم سایت نگاه می‌کردم دیدم هیچ تاریخی واحد نزدن. نه انتخاب واحد ما 7 بهمن از لحاظ واحدی میگم. نگاه کن تو یک شب ببین چه اتفاقاتی. البته ما هم واحدمون نمیدونیم چی. من فردا تازه آخرین آزمونه بین فکر کنم کل دانشگاه. ببین همه دانشگاه زیر نظر خود دانشگاه آزاد چی هم دیگه مرکزن که یه مسابقه رسمی میاد میگه آقا این دانشگاه این تاریخ چیش بود انتخاب انتخاب واحدش. واحدش. خب اون تاریخ رو دادن. بعد واحدهای ارائه یا واحدهایی که ارائه آینده میشن باید- خب میده لیستشون. اصلا آزاد نیستن اینا. ما آزاد با نیستیم. ایرانیان مثلا غیر یه چیز دولتی. دیگه است. آره اونا اصلا غیر سیستمش انتفاعی فرق. ما. آها غیر انتفاعی ما دوست. ولی دانشگاه جالبیه. آره. بعضی از استاداش بگذریم دانشگاه جالبیه. آخ دیگه من ولی آموزششون خدایی من آموزش محترم مثل اون دقیقاً من ببین تارا مثلا توی این خیلی هم کارکنانشون زیاده. خیلی بعد خیلی هم خوب جواب میدن. یعنی مثلا کاری داشته و اینو من و امید با هم دیگه رفتیم که مدارک رو تحویل بدیم و اینا، بعد مثلا هر چی هم میپرسم خیلی یارو میومد با حوصله و اینا آره فلان کارو بکن، نه اصلا نیازی به عجله نیست هستیم فلان اینا. عثمان خیلی خوبه. سر ساعت 1 یهو مثلا ما باید کارمون رو انجام بدیم ساعت 5 دقیقه به 1 ما باید بود. بریم. ما واسیم کارت جدیدمون رو بگیریم. ما این کارت جدیدمون 5 دقیقه به 1. من نهار برم ان شاءالله ساعت 2:30 میاد. روش کارتمون 5 دقیقه ولی نمیشه. جالبش اینه که نمیرن و همونجا در رو فقط میاد بس صدا خنده‌هاشون هم داره میاد. آره. همونجوری پشت در نشستی ای والله. ولی تایم کاری اینا هم جالبه. ساعت چند 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. خیلی خوبه. نه همشون آموزشی هم. آره. خیلی خوبه. بعد خیلی اصلا خوبه. ببین میدونیم مثلا حالا دانشگاه قبلی مثلا از زنگ می‌زدیم جواب نمیدن. نه شمسی پور هم همینه. شمسی پور بشینه جواب 30 بار اصلا زنگ بزنه هیچ کی جواب نمیده. ولی من دانشگاه سوم بودم اون قشنگ جواب میداد. اونم باشه اونجا خلوت بود. نه باشه ولی من اونجا خیلی آدماشم خوب بودن. ولی نه به حد اینجا ولی اونجا خیلی کمک با هم دیگه می‌کرد. رفتیم دیگه با هم دیگه یه بار آقای رفتیم. بود چیز آره آخریه نه مدیر رو نمیگم اونی که توی اتاق اپل می‌بریم بالا دقیقاً یه اتاق داشت بغلش آره یادم اومد. و اون سر امتحانات که حضوری شد سر خوابگاه خیلی کمک من کرد و سر خیلی داستانا اونجا هوا ما رو داشت. آره دیگه خوابگاه ما اوکی تو کرد. دهنت سرویس شد سر اون دانشگاه. من خیلی من اون یه سالی که هر روز میرفتم گفتم بیا با هم بریم. واقعا اشتباه کردم. یکاش منم میومدم. اون موقع منم قبولیمو آورده بودم دیگه. البته دانشگاه یه شما چیزی بگم یه کار سال دوام آوردنشون خیلی کم بود. آره شما 1 سال اولتون خیلی سخت میگذشت بهتون. 1 سال و نیم چطور؟ اتفاقات خیلی خوب نیفتاده واسه ما. ببین اگه می‌خواستیم ما رمان بنویسیم جدی میگم به قطر انقدر میتونستیم یه رمان بنویسیم راجع به فقط 1 سال دانشگاه. فیلم می‌ساختیم چقدر شبکه‌های ترکی میرفت کنار. یعنی قشنگ نه درما رو یادم دیگه با هم دیگه میرفتیم بعدش گفت آقا ما اینجوری مثلا میریم دانشگاه و اینا بعدش با هم دیگه زنگ می‌زنیم یه ساعت اوکی می‌کنیم هممون جمع میشیم یه جا. بعدش شروع می‌کنیم هممون دلمون پره دیگه. وای امروز فلان شد فلان شد فلان شد. وای امروز فلان شد.
حالا من یه بودیم که کیف میداد. یه اتفاق بدی افتاد که اصلا فقط واسه من نمیدونم واسه من بود. نه حالا باز خودمون ولی درگیر حالا زیاد باز نکردیم. ایشون خوبه ریکاوری کرد، شما که هنوز چیز نکردی. من نه دیگه. خودمون رو کشتیم آقا خودش رو جمع کنه. نه آقا من خودم رو جمع کردم دیگه. جمع نکردم. همه چی با خانواده هرچی خود بگی من چی نمیگم. مهدی از ساعت 7 یه لبخند شکند بزن با مهدی اوه یارو مهدی اینطوری 7 صبح تا هلوش 9 شب من خودم جمع کردم 9 شب تا 12 یه استوری میذاره من افسردم دارم میمیرم. آقا من استوری افسردگی نذاشتم. لعنت به زندگی ولی گذاشتیم. لعنت به زندگی آره خب زندگیمون بده دیگه. اصلا نباشه واقعا. این استوری دپ نمیذاره. قلب سیاه و انقدر گذاشته اصلا دیگه عادت کرد. آقا این یه هفته اخیر من استوری دپ گذاشتم. یه هفته اخیر هر روز داری میذاری. هر روز خنده داره. استیکر خنده میگیره. خنده داره. آهنگ چاوشی گذاشته من دارم میمیرم. فقط یه دونه خنده است. فقط یه دونه گذاشته بودم که احمد رو تک کرده بودی. یه دونه فقط همون آشپزی. نه دیشبم پریشان گذاشته بودم. داش هر شب داری دپ میذاری هر بعد شب اونم داری. که خدا دپ نبود. هر شب داری دپ میذاری بچه. من میدونم اثرات چیه. گردن نمیگیره. منم میدونم اثرات چیه. دوری از قانون گرم خانواده. آفرین. بعد که میریم سنجش یه هفته نشده رفته سنجشین بشه 2 هفته. اما موقعی که ما گفتیم می‌خوایم این زمین چمن رو یه هوا شروع شد. آره. الان که تموم شده هم نمیریم. راست میگی. البته الان جایگزینش کردیم با بیلیارد. آره خب که بیلیارد واقعا حال میده. ولی فوتبال بیشتر حال میده. فوتبال رو امروز بعد از فیلم برداری هم میریم بیلیارد. نظرتون؟ بیلیارد حالا کارش بریم. حال میده. مانی اوه ریچمن اما مجمع امشب چیه؟ نمیرسیم. چرا؟ ما زمین چمن؟ نه بس رفتیم. آقا آره زمین اصلا میشه. آقا سب کنی اصلا قضیه زمین چمنی که رفتیم بگیم. وای آقا ما یهو نشستیم کافه بعد از کلی گردش و فلان اینا رفتیم نشستیم کافه و خیلی خوشحال و فلان و اینا. من نشسته بودیم خیلی داشتم میخندیم بین هم دیگه. آره چقدر حال میداد اگه الان میرفتیم مثلا فوتبال. بعد یهو من امید هم دیگه ناکن بریم فوتبال. آقا بریم فوتبال. یهو دیگه مثل جبگیرو پا شدیم نه زمین گرفتیم نه میدونیم اصلا کجا قراره بریم نه هیچ زنگ زدیم به همه هم جور کردیم که میان. بعد تازه نشستیم نمی‌فهمیم خب کجا بریم. بعد یه جا رفتیم میگه خب چند میگه آره یه دونه سانس 1.5 ساعت 1,700. یه برو گم شو بابا. بعد رفتیم توی سایت‌ها میگشتیم و اینا یه جا پیدا کردیم چند 250,000 تومان. زمین 2 جا بیشتر خالی نبود. آره 2 جا خالی بود. اون نزدیک بود نزدیک خونه ما بود. گفتیم آقا حل عکس‌ها رو نگاه می‌کنیم یه سالن بزرگ چمن داره روش سقف هم داره. همون مسقف زمین چمن فوق‌العاده تمیز. گفتیم آقا کار جور شد. بعد یه چی اجاره کردیم 2 سانس هم اجاره کردیم 3 ساعت پشت سر هم. بعد رفتیم اونجا و اینا ساعت 8 شب بود. 8 شب شروع میشه داره. رفتیم اونجا همه خوشحال و اینا اکیپو جور کردیم همه دور هم وایسادیم. بعد رفتیم داخل یهو نگاه میکنیم سالنش 5x5. نه حالا یه چیز خیلی جالب بود. اون شخصی که گفتش آقا شما یه ربع صبر بکنید من اون یه ربع به آخرتون اضافه میکنم. الان یه مسابقاتی بین بچه‌هامون داریم مسابقات بیاین تماشا کنین فلان اینا. حاجی من تحویل صندلی و فلان رفتیم اونجا همه تو فاصله انقدر دیر یعنی مثلا نصف شکمت هم داخل زمین چمن. بعد میانگین سنی کسایی که داشتن مسابقه میدادن انقدر از 1 تا 5 همونه که مثلا سنجش یکی می‌بینی پسمکش رو گذاشته اینجا. ولی تو همون فوتبال یه خاطره تشکیل شد. برای اولین بار من به پارسا یه پاسی دادم اومد همونو پارسا گذاشت و همون توپه با صورت آقا احمد یکی شد. یه جوری خاطر اضافه رو
اولش کن. آها آره نسل مهدی داشت کلا منقرض میشد اونجا. ما نشستیم این بغل نجات تیم. آقا ما نشستیم این بغل علیای مهدی رو نگاه میکنم داره لیز میخوره و با پاهای باز داره میره وسط چیز، داره میره وسط این نرده. اصلا نمیدونم چجوری منقرض نشد. بابا من دیدم یه دفعه داره اصلا یارو توپو یه بر دیگه داشت میزد. خب یه دفعه نمیدونم چی شد توپ داشت میرفت سمت دروازه. من گفتم خب توپ داره میره این گلم بخوریم بعد بریم بیرون. تک میزنه. تک رو که زدم دیدم یه تیک دروازه میاد جلو. دستم اینجوری نگه داشتم. بعد چجوری با پاهای باز اینجوری داشت میرفت خدای نرده. اونجا که چیز شد اومدن توپو بگیرم پام لیز خورد. اوه خلاشنم پارسا داشت میزد. علی فقط اون وسط علی داداشم من داره میدونه اون وسط سیاه رو گذاشت. ولی خیلی جالب بود. علی تا نیم ساعت اول که چی میکرد؟ مثلا حوازی کار میکرد. خیلی نفس اوکی گل میزد اینا. همین که گذاشت کنار دیگه نتونست بود. همون یعنی بهش میدادی سیگاره رو میگه همون دقیقه نفس آماده آقا بریم. علی تو عمرش انقدر نهیده بود. نه دویده بود. سیگار بده. کلا دخانیات مصرفن. این مشکل داره. در حال آره ما داریم درستش نه می‌کنیم. روزی میره کم. نه ولی خدایی خیلی کمتر از آره قبلش کردیم. خیلی کمتر از قبلش کردیم. اون حدی که ما کلا اکیپمون یه چیزی که داره اینه که مثلا کلا ترک ترک احتیاط داره. هر کی میاد صندوق شروعش هم سیگار تو ول کن میرم. من بودم من شروع کردم بچه‌ها همه با من یاری همیاری همکاری. واسه بس آواز آره این بحث چرت بریم بیرون. کلا سمت این چیزا آره میوه سیب پرتقال شکلات خیار بادام نه بادام چون پخته ولی خیلی مثلا کشک بودیم میرزا قاسمی آجی عوض کرد آقا ولی یه بار باید بریم سمت قایم. من دیدم صبحونه چه حالت چنجدور میکنه. آقا جوگیر شده ساعت 3 شب اینجوری میکنه بهم. الان به خدا میام دنبالت بریم شمال. میگم امید ساعت 3 شب نخوابیدیم یه روز کامل. الان میریم شمال. صبحونه اونجاییم. صبحونه میخوریم برمیگردیم تهران. اون صبحونه رو حساب 3 شب 3 شب بابا خب نخوابیدیم. آقا این نخوابیدیم این وسط مسیر میخوابه. اون روز چقدر نخوابیدیم. ساعت 7 صبح رفتیم شعله زرد بزنیم. ساعت 3 بعد از ظهر جلوی کافه داشتیم میرفتیم. وانت جلومون بود داشتیم میرفتیم تو وانت. یه امید اینجا شد. بعد میگم چته؟ خوابم برد. داره رانندگی میکنه خوابش برده. داداش یه شام رفت رو هم دیگه. داداش واسه ساعت 3 شب میخوایم بریم شمال. آخرین شمال عمرمون میشد میمردیم بعد از اون. بابا اصلا ویدیو لایکشه آره داره میره تو در و دیوارو. بابا کشی فقط اون ال90 آقا داره میره داخل ال90 بهش میگم امید بکش راست. امید اینو نگفتی. اینو نگفتی. ال90 بودی داشتیم داد میزدیم. من فکری بود امید دادم امید راست. نه دور برگشت رو. بعد زمین لیز داره بارون میاد ترمز آقا مثلا هیچ تعطیلات ترمز تازه عوض کرده و لنت دیسکو نشسته بود رو هم. یعنی با فاصله اینقدر فکر کنم رد شدیم از ال90. چیزی نباش. ما اعتماد نداری؟ ترمز اعتماد ندارم. اعتماد داشتش من پشتم. یه پراید معذرت. میخوام ترافیکی رو میخوام بگم ترافیکیه. میخوام همینو بگم پرایده با پراید دومیه. یه کدومه؟ یه دونه بیشتر نبوده. داداش تو کاشانی این شکلی رفتی احمد داشت با پراید یکی میشد داشت میرم بغل کنار گذر میخواست بره تو کاشانی کلا آقا مشکل داره. پراید سفید مشکل داره. پراید سفید نمیاد. ساینا داشت اون بالا میداد اصلا خوب شد. باید بچه‌ها رو بکشم. نشد. دوباره دیدم که اتفاق افتاد خیلی باحال بود. امید تورنادش یه جا دیگه کار نمی‌کرد. فقط امید میرفت تو سوراخ. من میرفتم سوراخ من عقب نشستم نگاه می‌کنم خب چراغ ماشین تو منه. الان 2 ثانیه دیگه میره تو من ماشین. ای والله بچه‌ها اینه. اصلا گوش نکنید بگم. اونم تو ماشین ترمز دستی نداره. اونم تو ماشین اتومات بدون ترمز دستی بدون هیچ چیزی. یعنی معکوس هم نمیتونی بدی که وایسی. من معکوس دارم ترمز دستی ترمز هم نداری. یادگار ساعت 7 شب همم تو ترافیک
گاز زدی. بابا بعد ببین دو تا جلو از از شانس ما بغل یه جدول ارائه زدن ببین بغل. سمنده داشت گفت می‌مون فرمانم امید صدا این شکل بغل جدول من برداشت. موندم اصلا از کجا رد شدیم چی شد قشنگ اصلا 3-4 تایی که امید رفت و من واقعا اینجوری بود. من اونجا این شکلی بیخیال بودم ولی واقعا تو ذهنم این بود که پرید آخری هم واقعا ترسناک بود چون داشتیم واقعا تو اون میرفتیم پاشو یهو امید گذاشت تو ترمز ما چسبیدیم تو شیشه پرایدم داشت میزد با بغل کرمان پرایدم داشت داشتیم جلو. من بدبخت عقب نشستم خب چه گناهی کردم بعد بغل می‌کرد. کل نوشابه‌ها رو هم دادیم دست 3 تا نوشابه دست دارم دارم به اینا تقسیم میکنم بعد چیز شد بعد این دو تا زد یه پرایده انگار مشکل براش پیش شد می‌خواست بیاد بغل با نیومده بود میخواست بیاد امیدم داشت همینجوری میومد آقا امید ترمو این پرایدم تو آقا از یه تپ ماچش کرد پرایده پیاده شده اینجوری نگاه کرد تپش خیلی زیاده ما سرعتمون زیاد بود وایم نست خوردیم به یارو پاشو ترمز گذاشته بعد طرف خیلی خوب پیاده شد بابا سرعتمون زیاد بود اون که پرت ماشینش جلو هم بخور یه 10 سانتی افتاد یارو تو جلو خودش نبودش گفتش آقا اوکی حل برو چیز یارو آقا یارو گفتش هیچی نشده اینا رفت نشست دخترش و زنش چراغ چراغ روشن رو- کرده کجا بود؟ ببین و داره یارو دختر اینجوری اومده می‌کنه. کارشناسی خانم ماشین اشکال داشت. نداره. رنگ اینجا رنگ با چرا مرده ببین ما که زدی یه لحظه دیدیم در عقب یکی پیاده شد آره دخترش با کله اومد بیرون آره ببینه. ریلکس بعد یارو میاد سطر صندوق دور زمان شاسی جمع شد یارو میگه نه آقا اوکی نه آقا، فدا اوکی، سرت اوکی. الان بنده خدا نفهمیده بود ما قبلش چیکار کردیم فکر مثلا تو ترافیک من اینو ندیدم همون. زدم بهش خبر نداشت ساعت همون. 9 تا. زده به یه یارو. صفر جلوش بزن. آقا سکتم بعد داشت چیز شد من اینجوری بود که من ما اومدیم بریم تو زدش آره چراغ روشن چراغ کرده اومده ببین، زیر تا- سپر تا داره اونجا گرد تو سپر مرده بی خیال شد آقا مردم یه داشت بزنه میگه خانم بیا بشین نه چه کنم ولی یه جای دیگه بود مرده جدی یه جای مرده دیگه بود. توی دنیای دیگه بود اصلا فکر کنم ما ذهنش درگیر ببین بود. ذهنش آره. خیلی ببین برای این حد زد کنار که میگفت ولی آدم من خوبی بود، آدم موتور گیری داره هم. صدا میده بجای زد که اینطوری که یعنی یه ماسکت صدا کردم میده. موتورم داره صدا میده من اصلا زدم بهش اصلا نه احساس نمی‌کنم. موتورم داره صدا میده نمی‌دونم چشه واسه بهش میگم حاجی کاپوتو بده بالا ببینیم چشه برات بخواد در این حد رو ذهنیت اون رو داشتم اون چپ شد آقا هر جا هستی خدا سلامتی خدا دمه وکیل. دیگه. خیلی آدم خوبی. بعد خود نمی‌شناسی مراقب زنش در قیافه یادش نمیاد اما اون اون لحظه سال‌ها اصلا رو من نگاه نگاه نکرد قبلا سر سوراخه که سپرش یکم آفرین اون تو بودی آره من بودم ولی یارو دمش که همون دقیقه فکر کن چیز شده و من یهویی با پلیس پیاده شدم پلیس شد خطر رو برداشتم اینا که آقا فدا داشت سرت گفتم بیا برو اصلا اصلا اون هیچ ولش کن قضیه که نه واسه اینا که داشتم واسه اینا رو پولیش میکردم منو مهدی تو کافه بنشست یا این دیگه کثافت حاجی هر دفعه یکی که مثلا یکی از شما بیرون بود من با یکی تو کافه بودم آره راست یه بار تنها بود ای بابا فقط اون شبی که آقا پارسا من و آقا پارسا با هم دیگه تصمیم گرفتیم که ما میتونیم پرواز کنیم بچه نیت کردم نشد ماشین آقا با نشستیم بابای امید داره لای کشی میکنه میگازه بابا فلان لایه کشی نمیگه داشت گاز میده ماشین هم یه قد خون لای کشی نمیکنه لایشی نمیکرد من بغلش بودم ما پشتتون بودیم میدون آزادی دیدم بابا لایه کشی لای ماشینا گذاشت شو اما من و ما پشت به پشتش داریم میایم بعد این ماشین پارسا خب من دیگه نیاز به فرمون ندارم چرخم قفل شده حوصله دیگه ندارم شب تو خب بریم بغل این بعد من تو خدا آینه شکر بغل اون ماشین نرفت. که شاگرد نشسته بودن تو آینه خدا شکر بغل اون نرفت. دویدم تو تا چراغ آبی رفت و من چی من دراز خدا کشیدم رو سکان داشت صندلی میومد. جلو من دراز کشیدم رو صندلی جلو لش کردم یه آهنگ کردی غمگین هم گذاشتیم اصلا نابود بعد یه اینجوری پخ سمت منم دقیقاً تو جاده آقا هر دفعه دست احمد میزنم به داشت توه احمد داشت ایجکت میشد با صورت رفتم تو داشت داشبورد دیگه خودتون اونم سمت احمد حالا باز اون دمیجش کمتر بود با پارسا تصادف
اینو برگشتیم اول گرم قابلیت ماشین می‌خواست تست کنه وقتی رفت گفت شیشه میره بالا. بابا من بدنم گرم بود اصلا نفهمیدم چی شد. بدنم گرم بود برگشتیم خونه صبحش بیدار شدم اصلا نمیتونم پاشم. درد دارم. سنسور تو بارسا بعد یه تیشرتمو در آوردم کل قفسه سینه‌ام کبود شده اینا دارم میمیرم. آی من نمیتونم باشم. اون لحظه‌ای که ماشین یه لحظه اینطوری بود که ما اومدیم بزنیم راست پشت شما و ماشین داره میره چپ. من فرمون میزنم تو هیچ ماشین شام تموم سنگ کرد. بردم مثلا رفتیم اون بر تو راست موتوری راست چیزی نرفتیم تو ماشین راست نرفتیم رفتی چون ترافیک بود نه تو ماشین رفتیم نه تو موتور تو ترافیک آزادی اونم خوب شد همون راست نرفتید بیشتر چون اونجا چون جوب بود می‌رفتی میرفتیم آره داخل جوب دیگه تموم چپ می‌گیم ولی اگه دستی داشتم من دستی میگذاشتم نبود دیگه اگه دستی داشتم میتونم نه بابا بدتر بود دیگه برمی داشت اگه چپ پشت می‌کردیم اکسل میشه واسه. خیلی بهتر بود تا این اون جلو موتوری شد. بابا تو پشتت اگه می‌کشید اینور چپ می‌کردیم تموم بود نه پشت میرفت نمیشه. چرا داداش جلوت بالا پایین تموم شده بود رینگ آقا رینگ باید دایره باشه رینگ ما مربع شده بود خیلی برداشتم چی بود؟ چرا زاپاسو نذاشتی من خیلی برام نه، سوال اصلا شد چیز بود. بعدش کمک کرد شده بود. اوکی کمک کرد نه ماشین خوابید داداش ماشین بلند نمیشه و خیلی باحال بود این نیسان چی بود اومده بود که ماشین می‌خواست بلند کنه جرثقیل هیچ کاری نمی‌کرد هیچ کاری نمی‌کرد که داداش اینو اینجوریش کن همه ولیش کن بعد من نمیتونم این یکیش این زیر نمیره اینو جایی که بود سپر خواهیم بغل ما کنه بشکنه امید همون سپر رو گرفت گرفت آقا بگو چی گفت از خودتون برگشت من گفت من حرف گفتم بشکنم آره 3 بار پرسیدم تا رضایت کرد یه سگل بود خداش بود خیلی بیسکویت و من نشستم تو ماشین بیا این ماشین داداش، داره پیدا جرثقیل کنش میبره شما. همه اینا نشستن تو ماشینای خودشون اینا دارن میرن من نشستم تو ماشینی که له شده و اینا من نشستم بعد یه دیدم بغلمو نگاه می‌کنم بازیافت خاطر پلاک اینجوری نشسته بغلم بعد دیگه چیزی دیگه ماشین بعد برای تنها نباشه نه همون بعد توی اون شرایط مثلا آدم میگه خب تو شوکه داره آروم میگیره اینو من نشستم دارم ادیت میزنم اما این داشت ادیت میزنه من استوری گذاشتم چی بود استوریه خدا حافظ آره، اون که دقیقاً هیچ. اینو من شنیدم تکست چی گذاشتم دادم چیزی برمیگرده ولی به تاوانش نمیارزه به تمامش نمیارزه آقا نشسته تو ماشین یه استوری نگاه میکنه عکس ماشینشو گذاشته که رفته تو جد اینطوری بکنم من میذاشتم تو چی رو گذاشتی؟ نه آقا اون موقع احمد این مشکلی پیش اومده بود من خودم رفتم خب چرا ما رو تگ نمی‌کنی؟ من میگم چرا منو تگ نمی‌کنی؟ اما ماشین منه. راست میگی. بعد یه روز که گذشته منو تازه تگ کرد. نه خب چیه ماشین تو رفته بود تو گادر کوچولو موچولو بود آقا رفته بود توی بشکه نفتی بابا رفتم تو داشت سرویس شدم خودی با نه صورت نگرفتی چی شد بشکه نفت رفته بود اونو بیخوری وقتی خوردیم تو جدول پروژکتور تو سالم آره خیلی جالب بود. از سمت خود پروژکتور یعنی مثلا پروژکتور ماشین اینجاست رفتیم تو جدول سپر خورد شد تموم شد یه تیکه از سپر نبود خالی بود بعد خورده بود به کمپرسور کولر هم منفجر شده بود و اون طرف یهو من دستمو کردم تو سپر یه پروژکتور چیز مهشکن ماشین در بودم سالمه شیشه‌اش سالمه نبود هیچی خط سوکتا سر جاش جاپیچا سالم هیچی نشکسته قشنگ خیلی جالب بود ولی خب خوب شد جدولای ایران هم خیلی برخلاف به چیزای دیگه نه صورت کردم. حالا پلیسا جالبه پلیسا اومده بعد کاپوت چیز پارسال دادن نگاه کن کاپوت مشکی و فلان اینا بعد یه چشاش گرد شد و من اینجوری به دور و کاپوتم باز نمیشد چون تابلو بالای چیز بود دقیقاً بالای کاپوت اصلا نمیتونستیم بریم بالا بعد اون اینجوری داشت نگاه طرف گفتم داداش تیپ به دو خیالت راحت چیزی نیست رانندگی خودش اومد آره. ما هیچ زنگی نداده بودیم ولی هیچ کمکی هم نکرد نه چیز اومد زنگ چیز اصلیش میاد اول خودش اینطوری که ما صبح شما با 320 من یه دقیقه اومد یه کاغذ نوشت گفت اینو بده ببین پراید اومد ببین خود نه راننده آها دومیه راست میگه دومیه آژیر گذاشته بود تو خود ماشین دیسکو بود دومیه اومد ترنزامی تو ماشین پلیسی دومیه اومد تو پراید نشسته بود ما کلر تا تا کلر آقا ما اینطوری شده چیکار باید بکنیم
ولی نوشت که کروکی‌ها نوشت برای بیمه. آره کارو چون ما نمیدونستیم اصلا کروکی به با بیمه چیز میدن. کنه زنگ بده گفت اینطوری بگی زنگ بزن اسمش هم میشه برخورد با مانع. اگه حالا بعداً داشتیم برخورد با مانع میشه، بعد بیمه پولشو میده. برق بهانه اومد توضیح بدیم که چیا خراب شده. همون یکمش هم بدم بازم اوکیه. بیشتر از چیز بهتر از اینه که کل هزینه رو بخوای. میگم ما روند کار رفتیم اینطوری که اون گفت برخورد با مانع چیز کنیم. بعد به رانندگی هم نه، به کلانتری بگیم کلانتری بیا ببینه هر چی همون لحظه دیدین خراب شده بنویسین هم بیمه میشه گرفت. بعد بریم برگشتو پرینت کنیم ببریم بیمه. که بیمه اینم که اومد این جنگی زد تو همه چی. نصف چیزایی که خراب شده بود از داخل رو ننوشت، کلاً از ظاهری‌ها رو نوشت. 80 میلیون خرج مشکل شد. طرف اومد و 10 میلیون 5 میلیون نوشته بود. بعد اومد چرا 5 میلیون؟ نه همینه. چقدر خرجش شد؟ 80 میلیون خرج شد. دیگه اون برگرد من دنده ها اول چیز اون لیور دنده پایین هست اون همه عوض شد. کمپرس هم به زور پیدا شد، دست دو پیدا کردم عوض کردم. ببینم دو سه تا چیزای دیگه هم بود ولی بد ترکید ماشین. خیلی بد ترکید. آها خیلی جالبه، تصادف کردیم آقا تو شوکه، ماشین روشنه، بجام پارسا خاموش کن. پارسا ماشین رو خاموش کن. با گرفتم سویچ خودم خاموش کردم. پارسا اصلا یه دنیا دیگه. روشن باشه جذاب میشه. آره آب رادیاتور همینجوری داره خالی میشه. من چیز فیلم میگرفتم منتظر این دوتا توش بود. جذاب میشه. آره جذاب میشه. روشن میکردن. عمم میومد اونو میذاشت رو پیج. میگم واقعا اینطوری بود که اون لحظه‌ای که ماشین من پیاده‌شو میکرد. آخه پارسا چی پیاده شد. بابا اصلا حالیش منفجر میشه. جدی حالیش نبود، اصلا یه دنیا دیگه بود. من هیچی حالیش نمیشد. دقیقاً بعد عملم بود دیگه. آره این هم عادت داشته از حال میرفت. خاموش می‌کرده بودم. بابا داریم راه میریم باهاش، رفتیم سمت چیز هیئت و اینا. بعد از هیئت بود محرم بود. بعدش رفتیم داشتیم پیاده روی کردیم. امیدم رفته بودن اون طرف. بعد یهو منو پارسا داشتیم یه سربالیه میرفتیم. بعد یهو پارسا اینجوری کرد. احمد بشینیم. بعد یهو رو هوا بشینیم. ببین افتاد لب چوب اینجوری. بعد توی دنیا دیگه موزیکش آب داره میخوره. بعد تابستون بود دارم بادش میزنم. بعد اینجوری میگم احمد سردت نشه. یا چی یادم نیست. فقط اینه که اون صحنه یادم که من اینطوری رو جوش بودم. اینطوری من گفتم احمد داشت با تلفن صحبت می‌کرد. گوشمون داده بودم که خب این مولای داشت. من اینطوری بود که احمد یه من بشینم. احمد بعد دارم آقا رو باد میزنم بهش آب دادم و اینا. من پارسا اینجوری سردت نشه. پارسا چی چرت میگی؟ کی سردش شد؟ تابستون یادی محیط خیلی خوب. یه ساعت بعدش اومده. اینا یه ساعت بعد امید اومد دیگه محیط اسکل لجنسی باشه. من دارم اونجا جنازه سفید شدم. چرا نشستی میکنی؟ آقا من اینم قد تانک اون زمان من نمیتونستم بگیرمش که. فکر کنم پارسا با اون ابعاد قدیمش داره میفته رو زمین و من پارسا تو رو خدا سالم بیا پایین. سالم بیا پایین. و سربالایی هم بود دیگه. سربالایی اونجا هم اینجوری پارسا سالم بشین پارسا. نه احمد اونجا نبود من کارم تمام بود. من مهدی پشت خط احمد چی شد؟ احمد من پارسا مرد داشت. یه سر پارسا دستش بس همیشه امید ریلکس. امید پارسا از حال رفته. الان میایم. اوکیه کنارش باش. من اینجوری نگفتم. از این همینجوری گفتم. ببین من به اوش اومدم امید ریلکس اومد یا من نگاه کردم. داداش من محیط که اونو گفت سر باشی استرس بخوام بدم که میمیره. این سکته میکنه اول. نه اصلا به استرس کنه. امید هر اینجوری دیده چی محیط برو ماشین آب بیا. محیطم که حالیش محیط خیلی خوب بود. محیط بعد از حرفی که زد امید گرفت دید من واقعا حالم بده. محیط خیلی خوب بود. رفت ماشین رو همون بالا یا اومد پایین رفت پایین دور زد اومد بالا. پارازیت چیز خاصی این آره. محیط رفت دور زد اومد بالا تازه وایس. داشت اون جون من تشییع جنازه من محیط تا پایین دور می‌ذاره. خاطرهای سمی کلا زیاد داریم ما هم. اون تایم هم هی کم از حال میرفتی دهن ما رو سرویس کردی.
آره آقا تو همون داشت دوش میگرفت یه تصمیم میگرفت که من خب خوابم میاد خواب ببین خب بگی الان وقت خوابه آره الان لالا بیدار شدم بابا سرت نخورده خورد بس دیگه اینجا خورد آقا توشی نرم تو دیوان دیوان قشنگ میمورد این تموم میشد یه بازار نداشت عکسش الان اونجا میذاشتیم با یه بند سیاه رسمیه ولی کلا از این خاطرها که زیاده اگه قبول دارید بریم واسه اپیزود سوم و اینا ادامه خاطرهای آقا پارسا که از بیمارستان و اینا چه اتفاقایی افتاده اونجا بگیم چه خاطرهای قشنگی چه داشتیم سکته ای داد ما رو نصف شبی حالا بغیر از اون سکته داخل خود بیمارستان یادته که اونو ول کن حالا اونو اپیزود سوم تعریف میکنیم که چه اتفاقی افتاد. خب آقا تمومش کنیم دیگه هفته بعد دوباره میبینیمتون حتما شیر کامنت لایک همه چی هر کاری دوست دارین بکنین زنگوله رو حتما بزنین و اینکه تا هفته بعد بدرود خدا نگهدار.